همکاری انتخاب کردیم. اولین کاری که انجام میدیم انتخاب طرحه. این طرح‌ها یا خودمون به کارخونه دادیم از طرح‌های اروپایی که خریداری کردیم و یا از طرح‌های موجود خود کارخونه با همفکریشون انتخاب میکنیم. این طرح‌های ابتدایی اینجا انتخاب میشه و بعداً براش نخ انتخاب میکنیم که این پارچه رو با چه نخی استفاده کنیم. انواع نخایی که میتونیم براش استفاده کنیم نخهای پلی استر، نخهای کاتون، نخهای شانل، ویسکوز و پنبه که بسیار تو این زمینه پارچه مبلی استفاده میشه.